میدونستید 90% مردم درک اشتباهی از پول دارن؟ امروز کتاب روانشناسی پول نوشته مورگان هاسل رو آماده کردیم تا این تصورات رو کمی تغییر بدیم. ما توی زد مایند بزرگترین اندیشه ها از بزرگترین ذهن ها رو براتون تجربه میکنیم. شاید توی نگاه اول به این فکر کنی که پول صرفاً بازی با اعداد و عملگرهای ریاضی توی اکسل یا دفاتر حسابداری باشه. اما تصمیمات واقعی مالی ممکنه بدون استفاده از ماشین حساب بر پایه ترس و غرور یا حتی تاریخچه اشخاص سر میز شام گرفته بشه. اما ماهیت واقعی پول چیه؟ سوال ساده ای شاید به نظر برسه، ولی یه مقدار که جلوتر بریم قطعاً به این نتیجه میرسی که این ویدیو ارزش دیدن داشت. کلا در مورد انسان‌ها وقتی صحبت از پول میشه موجودات عجیب و غریبی سر از کار در میاریم، چون موفقیت توی این زمینه صرفاً به این بر نمیگرده که چقدر میدونی، بلکه این مهمه که چطور باهاش رفتار میکنی. آقای حاصل خودش تحلیلگر حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری و همچنین یکی از شرکای کلابراتیو فاند هست و قبلا هم به عنوان روزنامه‌نگار مالی فعالیت میکرده. ما از نسل‌های مختلف با درآمدهای متفاوتی هستیم که در دهه‌های گوناگون شرایط اقتصادی متفاوتی به دنیا آمدیم. مثلا افرادی که بین سالهای 1928 تا 1945 به دنیا آمدن از نسل سایلنت جنریشن هستن. این نسل سایلنت جنریشن نسلی هستن که رکود بسیار بزرگی رو توی زندگیشون تجربه کردن و خب این روی تصمیمات مالی و سرمایه گذاری این افراد بسیار تأثیر گذاره. یا مثلا افرادی که توی دهه 70 میلادی به دنیا آمدن یک رشد تقریباً 10 برابری توی شاخص‌های S&P 500 رو تجربه کردن و خب این باعث شده که میل بیشتری به سرمایه گذاری از خودشون نشون بدن. یا به طور خاص افرادی که توی دهه 90 میلادی به دنیا آمدن که اغلب مخاطبین این ویدیو هستن تورم خیلی کمی رو توی زندگیشون تجربه کردن و این باعث شده که از آثار تورم توی شرایط اقتصادی و توی تصمیمات مالی آگاهی کمتری داشته باشن. به طور خاص اینجا نویسنده میخواد بگه که تجربه ما از بازار سهام و تورم توی تصمیمات مالی ما بسیار تاثیرگذاره که نقش خانواده هم البته نمیشه بی تاثیر دونست. به قول نویسنده مردم کارهای احمقانه‌ای با پول انجام میدن و خب این به خاطر اینه که رویه مشخص و تو د پوینتی برای مدیریت منابع مالی وجود نداره و خب این حرفایی نیستش که از بچگی به ما یاد داده باشن یا در گوش ما خونده باشن. احتمالاً اکثرتون آقای وارن باف که پنجمین فرد ثروتمند دنیا و سرمایه ایشون چیزی حدود 118 میلیارد دلار برآورد شده رو میشناسید. اما چیزی که جالبه اینه که 81.5 میلیارد دلار این سرمایه بعد از میانسالی و چیزی در حدود میانه 60 سالگی به دست اومده. اینجا آقای حاصل توضیح میده که بسیاری از افراد اصلا به این موضوع توجه نمیکنن و این سرمایه آقای بافت فقط به دلیلی که ایشون یه سرمایه گذار خوب بوده به دست نیامده و ایشون تقریبا از سن کودکی و 10 سالگی تونسته قدرت ترکیب رو به کار بگیره. مثلا اگه فرض کنیم شما $1000 رو با نرخ بهره 8% سرمایه گذاری بکنید، بعد از یک سال حدوداً $80 سود دارید. اما اگر نرخ سودتون رو به همراه اصل سرمایه یعنی $1080 درگیر بکنید، اصل سرمایه شما در اصل $1086 خواهد بود. این دقیقاً چیزیه که آقای دارن هاردی توی کتاب اثر مرکب به ما میگه. در اصل بر اساس این سرمایه گذاری شما نه تنها از اصل سرمایه‌تون سود کسب میکنید، بلکه از سودهای حاصل از سرمایه گذاریتون هم بهره مند میشید. آقای بافت از سن 10 سالگی شروع به سرمایه گذاری کرد و توی سن 30 سالگی با سرمایه تقریبا 1 میلیون دلاری شروع به کار کرد. حالا اگه ایشون میخواست مثل اکثر همسن و سالای خودش و جوانای اون موقع رفتار بکنه، احتمالا توی سن 30 سالگی با سرمایه $20,000 شروع میکرد و توی سن 60 سالگی هم نهایت سرمایهش تقریبا چیزی حدود $2 میلیون بود. یعنی چیزی حدود 99.9% کمتر از سرمایه امروز ایشون. اول از همه ما باید یک تعریف درباره خوشبینی مالی داشته باشیم. خوشبینی مالی به این معنی نیست که اوضاع احوال و نتیجه در طول زمان همیشه مثبت و به نفع ما خواهد بود. توی این مسیر پستی و بلندی های زیادی وجود داره، ولی وقتی صحبت از پول میشه اوضاع یه مقدار تغییر میکنه. پول ناخودآگاه یک بدبینی رو همراه خودش داره.
مثلا یک کاهش 40% توی بازار سهام توی عرض 6 ماه به صورت رسانه‌ای میشه و خبرش همه جا پخش میشه. این در حالیه که یه رشد 140% در عرض 4 سال به هیچ عنوان دیده نمیشه و بزرگ به نظر نمیاد. به طور کل اینو میخوام بهتون بگم که تراژدی های یه شبه مثل بلایای طبیعی زیادن، ولی معجزه های یه شبه مثل پیدا کردن داروی سرطان خیلی خیلی به ندرت اتفاق میافتن. پس باید واقع بین باشیم و بدبینی رو کنار بذاریم. همچنین باید باور کنیم که در طول زمان احتمال یک نتیجه مثبت به نفع ما افزایش پیدا میکنه. چون نویسنده احتمال میده با این دیدگاه بدبینی ما خیلی از شانس ها و موقعیت ها رو از دست میدیم. حوالی سال 1968 از 300 میلیون دانش آموز دبیرستانی توی کل دنیا فقط 300 نفر توی مدرسه‌ای به اسم لیکساید توی سیاتل درس میخوندن. لیکساید تنها مدرسه‌ای بود که یکی از اساتید اون یک کامپیوتر بسیار پیشرفته اون زمان به اسم تلتایپ مدل سی رو برای اون مدرسه خریداری کرده بود. این کامپیوتر توی زمان خودش یک کامپیوتر بسیار پیشرفته محسوب میشد که خیلی از دانشجوها توی مقاطع بالاتر هم حتی دسترسی به این نداشتن. و خب این کامپیوتر زندگی یکی از دانش آموزان این مدرسه که آقای بیل گیتس بود و به کلی تغییر داد. یعنی شانس حضور توی یه همچین مدرسه 1 در 1 میلیون بود. و در نهایت بیل گیتس و دوست اون پاول آلن تونستن با همدیگه شرکت مایکروسافت رو افتتاح بکنن. اما نباید فاکتور شانس رو هم نادیده بگیریم. جایی که حتی خود بیل گیتس هم توی یکی از صحبتاش میگه که اگر لیکساید نبود امروز مایکروسافت هم وجود نداشت. اما هیچ کجای این داستان مدرسه و آقای بیل گیتس به این اشاره نشده که این گروه 2 نفره یه عضو سومی هم داشت به اسم کنت ایونز، به همون اندازه سخت کوش و پرتلاش. اما بر حسب یک اتفاق کنت جون خودش رو توی کوهنوردی از دست میده. مرگ یک دانش آموز توی کوهنوردی توی اون سال احتمال وجودش 1 در 1 میلیون بود. این دقیقاً چیزیه که آقای هاسل در موردش صحبت میکنه. یعنی ریسک برادر شانس. توی این مسیر پرپیچ و خم ثروتمند شدن خیلی عوامل خارجی وجود دارن که هم میتونن خیلی کمک بکنن به اوضاع و هم میتونن جلوی همه کارها رو بگیرن. ریسک و شانس چیزایی هستن که ما نمیتونیم روشون تأثیری بذاریم و به هیچ عنوان نباید نادیدشون بگیریم. میدونی مشکل از کجا شروع میشه؟ اینکه مردم میخوان پولدارتر بشن تا خوشحالتر. به قول نویسنده آقای هاسل، کلید خوشحالی اینه که هر وقت هر کاری که دوست داشتی با هر کسی که دوست داشتی انجام بدی. یعنی کنترل زمان توی دستای خودت. در اصل مطابق صحبت‌های آقای هاسل، مطالعات هم نشون میده که کلید خوشحالی و موفقیت آدما به ماشین خوب یا خونه بزرگ بر نمیگرده، بلکه این مهمه که چقدر روی زمان خودتون تسلط دارید. خب یه داستان براتون تعریف کنم، داستان توتی و بازرگان که احتمالاً همتون شنیده باشید. یه روز یه بازرگانی که خیلی توتی قشنگی هم داشته عزم سفر به هند میکنه. قبل از سفر از توتی خودش میپرسه که چه سوغاتی دوست داری از هند برات بیارم. اون توتی میگه که فقط از توتی‌های وحشی و آزاد توی هند بپرس که راه آزادی من از قفس چیه. بازرگان خواسته توتی رو انجام میده و از توتی‌های وحشی توی هند این سوال میپرسه. وقتی این سوال ازشون میپرسه، توتی‌های وحشی همشون قش میکنن و میمیرن. بازرگان وقتی از سفر برمیگرده خیلی ناراحت این داستان رو برای توتیش تعریف میکنه و همون لحظه توتی هم از حال میره و میفته و وقتی از قفس درش میاره توتی به مراد خودش میرسه. این همون اتفاق نادریه که داریم ازش صحبت میکنیم. اتفاقاتی که به صورت شانس و خیلی خیلی نادر ممکنه توی زندگی همه اتفاق بیفتن. آقای حاصل این داستان رو توی زمینه مالی تعریف میکنه و میگه که گاهی اتفاقات خیلی نادر و کوچیک مثل تعداد سهم‌های کوچیکی از یک شرکت ممکنه بیشترین سودها رو به شما برسونه. تا جایی که اشاره میکنه که از 500 سهمی که آقای وارن بافت داره فقط 10 تا از این سهم‌ها بیشترین مقدار سود رو بهش رسوندن. پس اینکه گاهی اشتباه میکنیم به این معنی نیستش که در نهایت نتیجه به نفع ما نیست، بلکه این اتفاقات نادرن که میتونن همه چیز رو عوض بکنن. ثروتمند بودن به میزان ورودی و خروجی شما بستگی داره، اما دارا بودن به این برمیگرده که چقدر سرمایه گذاری و دارایی های پایدار دارید. فرض کنید من درآمد فوق العاده ای دارم، ماشین خوب،
خونه بزرگ. اما چه فایده؟ چون بیشتر درآمد من وابسته به کار روزانه و فعالیت فعلی منه. اما فرض کن نقطه مقابل من شما هستید که سرمایه گذاری هوشمندی انجام دادید و پولتون رو خرج فقط حفظ ظاهر نکردید. اینجاست که آقای حاصل میگه ثروت اون چیزیست که شما خرج نمی کنید. پس دفعه بعد اگر ماشین لوکس کسی رو دیدی یا خونه بزرگش رو دیدی، به این نتیجه برس که هیچ وقت نمیتونی از ظاهر قضیه ثروت کسی رو تشخیص بدی.